مرغ مجلسی رو به این روش میتونید برای 1 نفر تا 1000 نفر درست کنید. پیاز، سیر، فلفل سبز، هویج، فلفل دلمه‌ای، گوجه فرنگی، نمک، فلفل سیاه زردچوبه و جوز هندی رنده شده، رب گوجه فرنگی، روغن زیتون نداشتین روغن مایه، آب لیمو، همه رو با همدیگه میکس کنید تا به خورد همدیگه برن و کاملا یک دست بشن. حالا این طرف به مرغامون زعفران دم کرده رو اضافه میکنیم، کامل ماساژش میدیم، زیر و روشون باید زعفرونی بشه. موادی هم که با همدیگه میکس کرده بودیم و میریزیم روی مرغامون، کامل زیر و روشون رو از این مواد میزنیم. هلوش 2-3 ساعتی میذاریم توی یخچال استراحت کنن تا مواد به خورد مرغامون برن. دونه به دونه داخل تابه میچینیمشون، مواد رو میریزیم روشون، روی شعله کم اجازه میدیم جا بیفتن و روغن پس بدن. در نهایت روشون مقداری گرد لیمو میزنیم که عطر این مرغ بی‌نظیره. پیشنهاد میکنم حتما امتحانش کنید.